به نام یزدان بخشنده. درود افغانستان، درود کابل عزیز، زیباترین پایتخت جهان. آرزو میکنم که هر کجای این جغرافیای پهناور هستید نانتان گرم باشه و آبتان سرد و همچنان کانون گرم خانوادگیتان هم پر از عشق، صمیمیت، دوستی و همبستگی باشه. طبق معمول من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در یکی از برنامه‌های دیگر افتخار تا یک ساعت دیگر مهمان خانه های شما هستم. آرزو میکنم که تا پایان بیننده این برنامه باشید. خوشبختانه خبرهای خوبی از خانواده ورزش افغانستان هفته گذشته اتفاق افتاد. از جمله نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا. ما تانستیم که با عبور از غول‌های فوتسال آسیا از جمله ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان بر نایب قهرمانی این رقابت‌ها با 10 امتیاز برسیم. بدبختانه رقابت در برابر تیم ملی فوتسال ایران واگذار کردیم و در برابر تیم میزبان این دور از رقابت‌ها که تاجیکستان بود با نتیجه 2-2 تن به تساوی دادیم و سرانجام با 10 امتیاز عنوان نایب قهرمانی این دور از رقابت‌ها را در مرکز آسیا به دست آوردیم و با این نایب قهرمانی افغانستان در رنکینگ جهانی فوتسال 10 پله صعود کرد و در رنکینگ آسیایی 3 پله صعود کرد که این میتونه بر آینده فوتسال افغانستان خیلی مؤثر و خیلی مفید تمام شود و حالا ما یکی از مدعیان اصلی فوتسال آسیا به حساب میاییم. خوشبختانه تیم ملی تکواندوی افغانستان هم اعزام شدن به کشور کره جنوبی و قرار است در 3 رویداد کلان نمایندگی از پرچم افغانستان را در رقابت‌ها بکنند. و همچنان ناگفته نمانه ما هفته گذشته 10مین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی تکواندوی نوجوانان را به گونه زنده و انحصاری از دریچه ملی سپورت، شبکه مردمی و شبکه رسانه‌ای مردم افغانستان به دست نشر سپردیم که خوشبختانه شاخصترین، برترین و ارزنده ترین چهره ها برای تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان هم شناسایی شدند. در همین مورد خیلی پرحرفی نمیکنم، 2 مهمان خیلی خوب در استودیو با من هست. آقای طغیان اسلامزی، کسی که لقب بهترین داوری 10مین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی تکواندوی نوجوانان به دست آورد و همچنان سید معروف قاسمی، بهترین مربی 10مین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی نوجوانان افغانستان در استودیو با من است. خیلی سپاسگزار هستم، ممنون از اینکه حضور پیدا کردین علیرغم اینکه خسته هم بودین. بسیار تشکر استاد. دوربینا در اختیارتان است، میشه خود معرفی کنید. تشکر از دعوتتان. عبدالمعروف قاسمی هستم، مربی تیم ملی نوجوانان افغانستان و در 10مین در مسابقات تیم ملی نوجوانان به عنوان بهترین مربی یا کوچ تیم شناخته. بسیار خوش آمدید. آقای اسلامزی، سلامت باشین. به نام خدا، طغیان اسلامزی هستم، یک تن از داوران ملی فدراسیون تکواندوی افغانستان و بهترین داور 10مین دوره مسابقات تیم ملی نوجوانان افغانستان. بسیار خوش آمدید. میایم بحث را با آقای اسلامزی آغاز میکنیم. در مجموع در 10مین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان چند دیدار من حیث داور مرکزی قضاوت کردید؟ در 10مین دوره مسابقات تیم ملی نوجوانان افغانستان که 4 روز طول کشید، در طول 4 روز رویدادهای یا مسابقات زیاد را به عنوان داور داخل میدان یا وسط میدان بازی کردیم و تقریبا حدود 20 یا 30 مسابقه. بسیار خوب. و چطور بود مسابقه از دید خودت؟ مسابقات بسیار در یک سطح عالی و بالای برگزار شده بود و همچنان بازیکنان در سطح خیلی بالایی بود و یک مسابقه بسیار عالی بود. بسیار خوب. آقای قاسمی، کسی که به عنوان بهترین مربی این دور از رقابت، یعنی 10مین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان لقب گرفت، چند ورزشکار را به نمایندگی از پایتخت در این رقابت‌ها اعزام کرده بودید؟ تشکر خاص میکنم اول از تلویزیون ملی سپورت که برنامه را لایو پخش کرد. سپاسگزار است.
همیشه کابل که در مسابقات ملی تیم میده، 4 تیم میده، تیم A B C یا الف ب جیم دال. بله. باز در این مسابقات ما 35 در حدود 36 ورزشکار را داخل کردیم بسیار که خوشبختانه توانستیم که تیم کابل الف 6 مدال طلا و نقره و برنز هم امرایش داشت. بسیار با اقتدار مقام اول از آن خود کردیم. بسیار خوب. در مجموع این رقابت ها استاد که رقابت های سراسری گفته میشه نزدیک به 280 ورزشکار حضور داشت. بله بله. و فکر نمی کنید حضور گسترده پایتخت نشینان تکواندوکارایی که مربوط به پایتخت یعنی کابل میشه و از چندین باشگاه حضور داشت کمک بکنه که شما عنوان قهرمانی را با فکر کنم 38 امتیاز به دست بیارید؟ بله. با شما معلوم است که هر کشور دنیا پایتختش نفوسش بهتر میباشه. بله. زیادتر در کابل در حدود 100 کلب بود که حالا بالاتر از 50 کلبش فعال است. با نظر به مشکلاتی که در تولد در وطن آمد ما مسابقات بین خود گرفتیم، بعد از او چهرهای برتر انتخاب کردیم به تیم ملی. بسیار به او خاطر تیم کابل باید هم قوی و خوبتر باشه. یعنی دیگه از امو امتیاز میزبانی خود به وجه حسنش دفاع بله، کرد بله. و استفاده کرد. شما میبینین که همیشه ماژین ایران میامد یک مدال طلا یا 2 طلا یا 3 طلا میگرفت. این بار هر 3 بازیکن ایران در مقابل بچهای کابل باختن. این نشان میده که تیم نوجوانان افغانستان خیلی قوی ظاهر شد. بله بدون شک. یک چیز باید یادآور بشم که بر علاوه ولایت های افغانستان که در این دور از رقابت ها حضور داشتند، یک تیم متشکل از تیم مهاجران افغانستان مقیم ایران هم در این رقابت ها حضور داشت، قسمی که جناب استاد یادآور شدند که فکر کنم نتیجه ندادن. هنوز هیچ به بازیکن‌های الف کابل نرسیدن. بازیکنایی که دوم و سوم کابل بودن اونها را شکست دادن. تیم الف بسیار. کابل با تیم الف کابلش روبرو نشدن. بسیار خوب. آقای اسلامزی در مورد قضاوت‌هایتان بر ما بگوین. آیا دیدارهایی را که شما من حیث داور مرکزی بودید و قضاوت کردین از دید خودتان منصفانه قضاوت کردین یا خیر؟ یک داور باید همیشه منصفانه قضاوت کنه، چون یک بازیکن خیلی تلاش میکنه، 1 سال 1.5 سال او زحمت میکشه، تلاش میکنه، عرق میرزانه. وقتی که یک داور بازی از او را درست قضاوت نکنه او مایوس میشه، باعث از این میشه که او دل سرد از تکواندو شه یا همون رشته‌ای که کار میکنه، چی در رشته تکواندو چی در هر رشته باشه. داور باید آنقدر منصفانه بره که بازیکن برخورد کنه که حق بازیکن تلف نشه. وقتی حق بازیکن تلف شه بازیکن دل سرد میشه، میگه والا ما چی فایده از این تمرین ما میکنم وقتی بیایم داور منصفانه قضاوت نمیکنه. باید همیشه داور منصفانه قضاوت کنه، چون قضاوت کار سخت است. بدون شک. باید تا حد امکانی که داره داور منصفانه قضاوت کنه که حق بازیکن خورده نشه، حق بازیکن تلف نشه یا بازیکن ناراحت باشه. بسیار خوب. که حق مرا داور خورد. بسیار خوب. و در مورد سیستم سانسور و همون آله های برقی که به سر و صورت و قسمت قفس سینه ورزشکار نصب میشه، چقدر شما را کمک میکنه تا اینکه عادلانه قضاوت بکنید؟ سیستم که فعلا در طول چند سال کلا سیستم برقی است، کلاه برقی است، چیزگارد یا همو حوبه‌ای که ما بسته میکنیم کلا برقی هست و 3 داوری که کنار میشینه فقط و مشت امتیاز میتن و حرکاتی که در چیزگارد میخوره، ضرباتی که در چیزگارد میخوره او را خود همو سیستم خودش نمره میده. از نمره داره او تا حد امکانش که ضربش قوی باشه نمره میشه، اگر پایینتر اگر از درجهش پایینتر باشه نمره حساب نمیشه. بسیار خوب. به خودت برمیگردیم استاد قاسمی صاحب. به قسمی که دوستا هم در جریان است، شما سمت سرمربیگری تیم ملی نوجوانان تکواندوی افغانستان را بر عهده دارین. حالا ورزشکاران ما که در رقابت‌های کره جنوبی اشتراک کردند در مورد او رقابت‌ها میشه بر بیننده ها کم وضاحت بدین؟ بخیر باشین. تیم ملی بزرگسالای افغانستان در مسابقات کوریا اوپن شرکت کردن که 2 رویداد دیگه هم در اون مسابقات بعد از او است. بله. امیدوار هستم که یک نتیجه خوب بگیرن که افغانستان مردمش خوشحال شود به خاطر نتیجه تیم ملی و تیم تکواندوی افغانستان. شما میفهمین که
تکواندو یکی از پر افتخارترین ورزش افغانستان بدون است. شک. 3 مدال المپیک داره، 4 5 7 مدال جهانی داره، بله. آسیایی از 20 تا بالا است. دیگه فکر کنم این رشته است که تا حالا مدال آسیایی را نمیشناسن. بله. به او خاطر امیدوار هستم که ما در اینجا هم خوب باشه، ظاهر شوند، مدال خوب بگیریم. و در مورد ای که استاد کاروان تکواندوی افغانستان در کره جنوبی و او رقابت هایی که برگزار میشه، چند ورزشکار و چند کادر فنی تشکیل میده؟ یک مربی است که استاد بشیر ترکی به مایس مربی رفته و یکی از نماینده ایراد شرکت کرده، نمیفهم که باعث مدیری تیم است یا کدام سمت دیگه دادیندش. بله. و سکرتر جنرال فدراسیون هم در این برنامه شرکت داره. و ورزشکارا در چند 8 وزن ورزشکار در 8 وزن و همهشان بدون شک مسابقه خواهند داد. 100% بی قیلا یک کدام آسیب نبینن، کلشان مسابقه میکنن. بسیار خوب. آقای اسلامزاده، در مورد این که شما داور در پایتخت افغانستان یعنی کابل هستین، زمانی که این رقابت ها برگزار میشه، برای بلند بردن سطح آگاهی داورایی که در ولایت ها قرار دارن، آیا کدام سمینار یا هم کارگاه آموزشی پیش از این رقابت های مهم برگزار میشه یا خیر؟ در هر مسابقه که ما برگزار میکنیم، چی داخلی باشه چی ولایتی، یک روز یا دو روز پیش رفرش کورس میگیریم، به خاطر که بعضی قوانین شاید تغییر کنه و به خاطر که داورا رفرش شوه و آماده بازی باشن. یک روز پیش ما یک سمینار برشان میگیریم، یک قوانین برشان تکرار میکنیم که فردا که مسابقه است با کدام مشکل مواجه نشن. بسیار خوب. و همین داورایی که در کابل هستند بدون شک از امکانات خوبی نسبت به داورایی که در ولایات فعالیت دارند برخوردار هستند. چقدر همین تجربه را پایتخت نشینا مخصوصا داورا با بقیه داورای ولایت ها شریک می‌سازند؟ داورای پایتخت در کل با تمام داورای ولایت تجربات خود شریک می‌سازه، چون بعد از اینکه رفرش کورس خلاص میشه، صبحش مسابقه است، ما بین خود یک جلسه میگیریم و بعضی مشکلاتی که داریم، بعضی هم نقص نواقصی که داریم، باید به یک داوری که نقص نواقص داره باید ما برزو بگیم که این حرکتتان خوبتر است یا این حرکتتان خرابتر است، که و صبح بتانن خلاها را پر کنن و یک قضاوت منصفانه کنن. بسیار خوب. جناب قاسمی صاحب، در مورد اینکه حالا شناسایی شدن، نوجوانان تکواندوی افغانستان شناسایی شدن و خودشان محک زدن، نشان دادن اما استعداد خودشان و جذب تیم ملی نوجوانان شدن، حالا کدام رویداد بیرونی هستند که برای او رقابت ها نوجوانان تکواندوی افغانستان آمادگی بگیرند؟ تشکر از سوال. تیم ملی نوجوانان افغانستان در سال 2013 در ویتنام مقام پنجم شد که ما 2 نقره و 2 برنز 3 برنز گرفتیم. بسیار خوب. و سال 2019 بود فکر کنم که در کشور اردن ما بازم پنجم آسیا شدیم. بسیار خوب. دیگه امیدوار هستیم که در این مسابقه هم تیم تا 3 ماه دیگه نگه خواست خداوند باشه این تیم اعزام میشه به مسابقات قهرمانی آسیا. ما با رئیس صحبت کنیم، با دوستا با هیئت رهبری میخوایم که تمرینات تیم ملی نوجوانان در سالن ریاست تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو شروع کنیم. و یک پیشنهاد دیگه دارم که اگر امکانات باشه، بله، تیم نوجوانان افغانستان باید یکی 2 سفر، حداقل 1 سفر باید بره هدفتان در مسابقات اوپن بره، ارگونای تمرینی هم و هم در مسابقات اوپن که برن. وقتی که یک بازیکن هنوز نو تازه در تیم ملی آمده، بله، او در یک مسابقه اوپن بیرونی نرفته، او را مستقیم تو در قهرمانی آسیا میبری. بله، برای یک بازیکن بسیار مشکل است این قصه. بدون شک. بازم امیدوار هستیم، کوشش خودم میکنیم که بچه‌ها نتیجه بگیرن. یعنی رقابت ها هست دیگه؟ رقابت ها تا 3 ماه دیگه فکر کنم کشور اردن است یا کدام کشور دیگه قهرمانی آسیا مسابقاتش هست. و حالا ورزشکارایی که انتخاب شدن و او ورزشکارایی که زیر نظر خودتان تمرین میبینن، پلان شما چی از تقسیم اوقات تمرینی شما چه قرار است؟ تقسیم اوقات ما این است که بخیر سر از هفته آینده با هیئت رهبری فدراسیون صحبت میکنیم که تمرینات خود شروع کنیم. بازیکنان تیم ملی باید بیان در تمرین خود و یکیشان کاپیتان تعیین میکنیم، باید کلی حاضری داشته باشن که همه روزه باید یا تمرین کنن و سفر که مشخص شد باز کوشش میکنیم که تمرینات را هفته 2 روز بسازیم. آیا در مورد 2 تایم صبح دیگر؟ بسیار خوب. در مورد امیر رقابت‌های آسیایی با مسئولان شما با کدام گفته و شنودی داشتین که آیا اعزام میشن تکواندوکارای نوجوانان افغانستان؟ بدون شک وقتی که ورزشکار بقدر زحمت میکشه، تمرین میبینه و منتظر همین رویدادهای کلان است که برن نمایندگی از افغانستان بکنن،
باید اردوگاه تمرینی برایشان ترتیب دیده شود. جواب از اونها چی است به شما؟ گپ اینجا است که ما با رئیس فدراسیون تازه مسابقات خلاص شده، ما با رئیس فدراسیون گپ میزنیم که مسابقات و تمرینات رو ما شروع کنیم. مسابقات 100% باید تیم افغانستان در اون مسابقات شرکت کنه. از 100 دانه اوپن کرده، یک مسابقه آسیایی مهم است، ولی اوپن خوبیش در این است که وقتی که یک بازیکن در مسابقات اوپن جی 1 یا جی 2 یا جی 3 رفت، بازو میفهمه که ما کامپیوترهای ما کجا هست. بسیار بازی‌های بیرونی را که دید و مسابقات آسیایی جهانی آماده میشه. این مدال‌هایی را که نثار رولا، محمود حیدری، حسن رضایی یا گرفتن یا مستقیم از جهان مدال نآوردن. بله بدون شک. یعنی پله‌ها را طی کردن که بالاخره مدال آوردن. پله‌های ابتدایی را بله. پیمودن تا اینکه بر سکوه رقابت‌های آسیایی و مدال المپیکی رسیدند. 100% اینمی تیم باید یک بار پیش از مسابقات قهرمانی آسیا باید یک کشورهای که سطح مسابقهش بالا باشه باید برن، یا اردوی تمرینی داشته باشیم، کمپ تمرینی که ما بتونیم با تیم‌های کشورهای بیرون کار کنیم، ببینیم بچه‌های ما پای دیگه چشمای زیاد باز شد که مستقیم. حالا یک آدم همینطور بسیار آمیانه میگیم هنوز در یک جای داخل نشده و در یک بحر داخل میکنیم میگی برو، بدون شک کار سختی است. مشکلات است کسی که از لحاظ فنی یعنی بفهمه. شما خواهان اردوگاه تمرینی از سوی فدراسیون هستین؟ بله، دکتر صاحب نجیب سکندر بسیار آدم خوب است، همیشه زحمت میکشه، همیشه مشکلات مالی که در فدراسیون بوده از پیسه شخصی خود حل کرده که تا پیسش از حکومت دولت برای. امیدوار هستیم که در تیم نوجوانان همیشه کمک کنه، بازم کمک کنه. بسیار خوب. جناب استاد در مورد این بر ما بگوین که تا حالا در کدام مسابقه به اشتباه به یک تکواندوکار امتیاز دادین یا هم به اشتباه امتیاز یک تکواندوکار را گرفتین از او یا خیر؟ در تمام مسابقات هر داوری که باشه اشتباه جزئی داره. تو که اشتباهی که به قصد یک داور یک اشتباه را انجام بده او تو امکان نداره. در تمام بازی ها امکان داره. بعضی اخطاراست که بازیکن فکر میکنه من داور باید بازی بتم و بعضی هست بعضی وقتا میشه داور است اشتباه میکنه، ولی اشتباهی که بزرگ باشه که حق یک بازیکن زیادتر تلف شوه او تو اشتباه نخواد شوه. یعنی دیگه به خاطر ورزشکارای تکواندو جمع باشه که طغیان اسلامزی وقتی که پا به زمین مبارزه گذاشت عادلانه قضاوت میکنه. چی از ولایت باشه چی از داخل مرکز باشه ما کوشش داریم کلش برای ما بازیکن است. بله. ما همیشه خوش میشیم که نخبه یک ورزشکار را در تیم ملی معرفی کنیم، چون بازیکن خوب باشه که در رقابت‌های بیرون مرزی برای ما افتخار کسب کنه. بله. وقتی اگر ما بخوایم به نفع یک کلاب یا به نفع یک ولایت قضاوت کنیم، فرض میکنیم یک بازیکن قضاوت نادوستانه کردیم او آمد در تیم. بله. او آمد در تیم او مسابقات بیرون مرزی هیچ نتیجه نمیگیره، چون امو سطح آگاهیش و تمرینش ظرفیت بازی کردن در تیم ملی را نداره. و ما کوشش میکنیم همیشه بهترین ها را در تیم ملی انتخاب کنیم، چون بهترین ها میتونه بهترین افتخار برای ما بیاره. بله. بسیار خوب. استاد در مورد بودجه فدراسیون تکواندو قبل از او تصاویر میبینیم، تصاویری است که تمیم رحمان لقب بهترین بازیکن دهمین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان به دست آورد. همچنان رومل جلالی هم توانست که به نتیجه بده، ورزشکارای خوبی را آماده کرده بودند در کنار استاد سید معروف قاسمی. همچنان محمد رفیع وثیق را در تصویر می‌بینید، طغیان اسلامزی و اینا کسایی هستند که واقعا برای تکواندوی افغانستان عرق میریزند، زحمت میکشند. در تصویر چهره طغیان اسلامزی می‌بینید که توانست عنوان بهترین داور دهمین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان به دست بیاره. استاد یک موضوع هست این که مثلا البته یادآور بشم استاد سید معروف قاسمی هم به عنوان بهترین داور در دهمین دور، البته مربی که شما در نمایت تصویر جناب استاد هم میبینین، به عنوان بهترین مربی این دور از رقابت ها شناسایی شد که واقعا ورزشکاران خیلی خوبی را آماده کرده بودن و توانستند که نتایج خوبی را برای تکواندوی کابل
کسب بکنند و چهره های خوبی را برای ترکیب تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان همین چهره آماده کرده بود و آرزو میکنم که همین ورزشکارا بتونن در رقابت‌های بیرون مرزی یک دستاورد خوبی برای تکواندوی افغانستان، برای جامعه ورزشی افغانستان داشته باشند و نمایندگی خوبی از پرچم افغانستان در میدان‌های جهانی داشته باشند. جناب استاد بیاین در مورد این هم صحبت بکنیم. اول خب میایم در رابطه با بودجه فدراسیون. آیا همین بودجه‌ای که در اختیار فدراسیون ها قرار میگیره تمامش در یک سطح هست یا اینکه تکواندو البته فدراسیون ها اولویت بندی میشه؟ ریاست تربیت بدنی بودجه خاص که دولت میده برای فدراسیون فوتبال و کرکت میده. دولتی که پر افتخارترین ورزش در افغانستان تکواندو است. ما امیدوار هستیم که قبلا هم گفتیم و حالا هم میگیم که بودجه فدراسیون تکواندو اگر مشخص شود احتمال میاد که ما بسیار دیگه پیشرفت کنیم. خوب در بدرخش. مربیای تیم ملی معامل ماش نداره که ما ماش نداریم. بازیکنای تیم ملی کدام ماش ندارن. اما اصلیشان هم سر وقت پرداخت نخواهد. ولی اگر اینا وقتی که بودجه مشخص باشه فدراسیون میتونه که به تمامگی رسیدگی کنه و باید هم بودجه فدراسیون تکواندو مستقل شود. یعنی یک فرقی، یک تفکیکی میان تکواندو و سایر فدراسیون ها باشه. و این فعلا هم ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تشکری میکنم از پیشش که همیشه حمایت کردین که باید هم حمایت کنند دیگه. از روی مدال معلوم میشه، حاجت گفتن نیست. ولی ما میخواهیم که بودجه فدراسیون تکواندو مستقل شود. بسیار خوب. و حرف و حدیثی اگر باشه، بسیار یک برنامه پرمحتوا با شما داشتیم جناب استاد. در واپسین ثانیه های بخش اول برنامه قرار داریم. اگر حرف و حدیثی باشه میشه که از دوربینای ملی و ملی اسپورت به گوش مسئولان برسانیم. بخیر باشید. ما کدام نظر خاص نداریم، یک چند پیشنهاد داریم. شما میبینید که در این ترکیب تیم 6 قهرمان از تیم کابل شد و بله. تیم جوزجانم یک قهرمان و تیم ملی تقدیم کرد و هرات هم، بلخ هم، تخار هم. این نمایندگی است که فدراسیون تکواندو در تمام ولایت در تمام زونا کار میکنه بدون شک. و جامایی که ما داریم، جام گل سرخ یکی از جامای بسیار معتبر از جام ولایت پنجشیر، جام غزنی 2 سال شد میگیرن. بله. دیگه اینی جاما کم کم تکواندو رو در ولایت ها رشد داده میره. امیدوار هستیم که از این زیادتر رشد کنه تکواندو کارا و ما بتونیم که بازم با این تیم جدید خود بخیر مدالای بسیار خوشرنگ به افغانستان بیاریم. آرزوی درخشش تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان، داور که بهترین داور دهمین دور رقابت‌های تیم ملی تکواندوی نوجوانان افغانستان انتخاب شد، حرف و حدیثی باشه دوربینا در اختیار است. حرف و تنها پیشنهادی که دارم باید از تمام ورزشکاران، بله، چی رشته تکواندو چی هر رشته دیگه است، کوشش زیاد کنن که فکر و هوششان افتخار به افغانستان باشه. بله. و به این فکر نباشن که نمیشه والا یه تا سیاحت راست حرف حدیث زیاد بگن. فقط به فکر ازی باشن که پرچم افغانستان در سراسر دنیا به اهتزاز در بیارن. بسیار تشکر. بسیار پیام مفید و جامع و کامل.